بزرگسال سالم شما به عهده بگیره. یعنی ذهنیت ها تقلیل پیدا کنه، والد خاموش بشه صداش، والد انتقادگر، سرزنشگر و القا کننده گناه و ترس و اینا رو یادتونه گفتم. قرار این خاموشه، ذهنیت های بد، اشتباه تقلیل پیدا کنه، بزرگسال سالم بیاد بالا. و بزرگسال سالم شما قراره که با حمایت، با برنامه ریزی، با شناخت محدودیت ها و خیلی وظایفی که الان براشون توضیح میدم شما رو مدیریت کنه، به سمت جلو ببره. و اصلا این اساس سلامت روانی. هر کس بزرگسال سالمش بالاتر، هر چی بزرگسال سالم بالاتر باشه، ترواره ها تقلیل پیدا میکنه، عمقش کمتره و شما زندگی کارآمدتر و درستتری دارید و بهتر تصمیم میگیرید، بهتر انتخاب میکنید، عملکرد درستتری دارید. خب این یعنی موفقیت و خوشبختی دیگه. چی میخواید دیگه؟ این یعنی اصل موفقیت. 3 وظیفه بنیادی که ذهنیت بزرگسال سالم داره، یکی این که از کودک آسیب پذیره بود، تنها بود، محروم بود، از کودک آسیب پذیرش حمایت میکنه، تاییدش میکنه و ازش محافظت میکنه. ما قراره کودک آسیب پذیرمون رو ببریم تو گنج، درش هم صفر بندیم، بگیم اینجا ساکت باش. نه، ما فقط والد رو ساکت میکنیم. ما کودک آسیب پذیرمون رو حمایت میکنیم. از این سنی به بعد بچه ها ما باید پدر مادر خودمون باشیم. یعنی چی؟ یعنی اون کودک آسیب پذیر رو ما تو کارگاه این کار رو میکنیم. کودک آسیب پذیر رو پیدا میکنیم، تیمارش میکنیم، درکش میکنیم، اعتماد میدیم، حمایت میدیم و همیشه دیگه بهش سر میزنیم، مراقبت میکنیم. وقتی ذهنیت میاد که من خیلی تنها، من خیلی بیارزشم، منو کسی دوست نداره، بزرگسال سالم این یه تکنیک کار با صندلی، اینو تو کارگاه انجام میدیم. تکنیک وکیل مدافع، کار با صندلی، ماتریس مقایسه، اینا که تکنیک‌های خیلی مهمیه که ما حتما توی کارگاه بچه‌های روانشناس میشناسن. توی کارگاه انجام میدیمش و اتفاقی که میفته اینه که بزرگسال سالم ما انقدر قوی میشه، انقدر کارآمد میشه که میتونه از اون کودک حمایت کنه و اون کودک دیگه تمام اون تجربه های تلخ، صداهای بد و عملکردهای نامناسب و اتفاقای بدی که براش اتفاق افتاده تا 6-7 سالگی، یه جورایی اونها همه حل میشه و درست میشه و دیگه با اون قسمت تنهای تاریکه که باعث بالا اومدن تحولاش میشه یه جورایی ما خداحافظی میکنیم هستان، ولی دیگه دخیل نیست تو زندگی ما. قدرت ذهن ما رو اون نداره، بزرگسال سالمه داره. یکی از کارهای من دنبال آدمایی هستم که از خودم خیلی بالاترن. چرا آدمهایی که در سطح من هستن رو هیچ وقت پیدا نمی‌کنم؟ چون من دوچار یک باوریم که این باوره به من میگه من به اندازه کافی خوب نیستم و چون این باور قرار خوراک بهش داده شه، باید در موقعیت‌هایی تو قرار بگیری که دوباره این باور تمدید شه، دوباره بیاد بگی که دیدی گفتم ببین رفتی مهمونیه، همه مثلا تو لیسانسی، همه مثلا پست دکتران، مثال میزنم برای این موضوع خیلی مهمه. دیدی فلانی پست دکترای فلان بود، فلانی دکترای فلانی پروفسور بود فلان، و این احساس هی تمدید میشه دیگه، خوراک خورده میشه، خوراک داده میشه بهش. ما واسه همین جذب افرادی میشیم که اون طرحواره ها رو عمیق‌تر میکنن و به قول تو تحریک میکنن، چون باید اینجوری بهش خوراک بدیم. اگر ما تو موقعیت های هم سطح قرار بگیریم، یعنی دوستایی پیدا کنیم یا مهمونی هایی بریم که این یکی از راه هاست دیگه، ما بهش میگیم، یعنی یانگ میگه علائم خطر که ما باید ازش دوری کنیم. مثلا در نقص شرم یکی از علائم خطری که ما باید ازش دوری کنیم ورود به محیط هایی که این احساس کم بودن و بیکفایتی رو در ما ایجاد میکنن. اگه یه جایی ما با آدمای هم سطحمون بگردیم، اتفاقی که برامون میفته باور ما این میشه که خب من با آدم
همسط هم گشتم توی یه مهمونی هم که همه مثل همیم توانایی هم بروز میکنه. گاهی اوقات من میتونم یه سری چالش ها رو مثلا یه مسابقه گذاشتیم من میتونستم چند تا رو حدس بزنم، خیلی آدم نادانی نیستم، من باهوشم، تونستم، میدونی این اتفاق میفته. ولی حالا توی مهمونی که همه پست دکتران طرف مثلا داره از این موضوع کاملا تخصصی حرف میزنه، خب معلومه منی که دیپلم هم متوجه نمیشم و من رفتم خودم رو توی این موقعیت قرار دادم. این کاملا یه کار اشتباهه و بر اساس ذهنیت همه. بچه ها ببینید ما 1000 تا از این کار رو انجام میدیم تا تقوارها عمرش کم شه و خودباوریه، رفتار سالم و بزرگسال سالم که این رو هم در یکی از ذهنیت ها بزرگسال سالم، این رو هم در ادامه حتما بهتون میگم. ما باید تا 6 سالگی یک کودک درونی در ما وجود داره که این کودک درون اگر احساس ناامنی، رها شدگی، تنبیه، محرومیت عاطفی، کم بودن، ناقص بودن، به اندازه کافی خوب بودن رو نداشته باشه، یعنی احساس رها شدگی داشته باشه، احساس تنبیه، چجوری من دختر بدیم، من پسر بدیم و اگه کار بدی رو کنم من حق ندارم کار بدی کنم، اگر کار بدی کنم باید تنبیه بشم، من دوست داشتنی نیستم چون پدر و مادرم هیچ وقت به من محبت نکردن. این وضعیت شناختی هیجانیه که بر اساس محیط بیرون در من اتفاق میفته. یعنی محیط بیرون در من این احساس و این باور رو ایجاد میکنه. مامان رفته، در من این ایجاد نمیشه که خب مامان من موقتاً رفته، نه، در من کودک اینطور ایجاد میشه که مامان من همیشه رفته و هر کسی رو که دوست دارم اندازه مامانم یه روزی میره. یا اگر من توسط مادر یا پدرم تنبیه بشم بعدها خودم رو تنبیه میکنم. اون کودک یک کودک آسیب خورده، محروم، غمگین، تنهاست. من فکر میکنم همه ما اگر تکنیک کودک درون رو، حالا فکر نمی کنم الان فرصت کنیم، درسته؟ ما فرصتمون امروز 1 ساعته. اگه اون تکنیک کودک درون و در واقع ارتباط با کودک درون رو بچه‌ها کار کنیم، اون تکنیک